بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بسیار جای خوشحالی است که امروز الله تعالی توفیق عنایت فرمود ما خدمت شما مردم متدین دیندار، شما مردم عزیز مهمان نواز، شما مردم خوب روستای تنگ بندر تنگ برسیم و شما را از نزدیک ملاقات بکنیم. برای خودمون این را سعادت میدانیم و از رب العالمین هم شکر گزاریم که ما را آوردند اینجا با این جمع مهمانان خوب شما که سخنرانی کردند و مشوره این بود که یکی از ما صحبت بکند، ولی ما گفتیم نه، شما همه دوستان ببینید الا ولو اینکه در حد 10 دقیقه باشه و ربع ساعت دوستان صحبت کردن. اما صحبت مفصل امشب انشاءالله در سورو هست که شما همه امشب اونجا دعوتی تشریف بیاورید با این گذشته که هم شما کردید و بنده در این باره انشاءالله عرض خواهم کرد خدمت شما. و هنوز جناب مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامک بالاخره فرصت نبود که صحبت بکنه، وام شما باشه در آینده انشاءالله فرصتهای دیگر. و به حال اولی عرض بنده تسلیت از خدمت شما در رابطه با در گذشت حضرت شیخ الحدیث، عالم فرزانه، عالم با خدا و عالم با عمل، حضرت مولانا حسین پور رحمه الله. واقعا یک سرمایه بزرگی را و یک پایه عظیمی را از دست دادیم. دعا کنید که الله ایشان مغفرت کند، درجات ایشان بلند بکنه و به ما عوض عنایت کند. دومی تسلیت ما در رابطه با حضرت مولانا عبدالکریم به بزرگزاده رحمه الله است. واقعا حضرت مولانا همونطور که عزیز ما مولوی عبدالقدیر فرمود که نیم قرن اینجا یعنی 50 سال اینجا خدمت کردند و در این روستا زندگی کردن و چه انسان شایسته، چه انسان ساکت آرام و برای هیچ کسی حضرت مولانا عبدالکریم ضرر و نقصان نداشت. ما از زمان طلبگی با هم رفیق و سلام علیکم داشتیم. ما سنمون پایین تر بود و حضرت مولانا عبدالکریم سنش بالاتر بود، کتابایش هم بالاتر بودن، اما تو یک مدرسه بودیم. من از نزدیک ما اونجا دیدیم که چه انسان شریفی، چه انسان آرامی. هیچ کسی، هیچ طالب از ایشون اذیت و آزار نمیدید. استاد هم راضی بودند از اخلاق ایشون. و ما در این بابت هم به شما تسلیتی و اظهار همدردی بدهکاریم که الله تعالی حضرت مولانا عبدالکریم در جوار رحمتهای خود جا عنایت کند. به شما و هم به فرزندانشو که اینجا حضور دارند الله تعالی اجر و صبر بدهد و انشاءالله شما این هر دو شیخ بزرگوار که به رحمت خدا پیوستن در دعاهای خودتون یاد بکنید. ما هم در دعای خودمون یاد میکنیم. و دیگر تشکر از هم شما طلب کارید از ما بابت این گذشت این عزیزمون که از روستای تنگان ما میگه شما اهل تنگ با گذشتید. ماشاءالله این گذشت واقعا یک گذشت بی نظیره. کسی که طرفشون در زندانه و نزدیک پایدار بره، نخ تناب در گردن اوست و کسی که حاضرن 1 میلیارد به این حد دیه بدن تا اون زندانی را نجات بدن، ولی او میگه من پدرم را نمی فروشم. دلم تسلی نمیشه که 1 میلیارد بگیرم، دلش هم تسلی نمیشه که قاتل پدرش را به دار آویزان بکنه، بلکه دلش به این تسلیه که برای الله گذشت نشان بده. خیلی
ما دیدیم کسانی را که آقا گفتیم دیت 200 میلیونه به تعبیر کسی گفتن نه 210 میلیونه. حالا دولت مثلا 10 میلیون انو اضافه بکنید شما دیه ما را. اینطوری هم انسان هست، ولی اینطوری هم انسان هست که 1 میلیارد نمیگیره و میگه که من تسلیمون نمیشه که ما 1 میلیارد بگیریم و برای الله گذشت میکنیم، به این تسلی حاصل میکنیم. و عزیز فرمود 2 بار من زیاد گریه کردم، یک که پدرم رفته، یک که امروز که تصمیم گرفتم که خون پدرم را ببخشم گریه کردم. این گریه رحمت پروردگار بوده که الله به دلشون آورده. به شما اطمینان میدن جناب آقای عبدالرحمن، شما رضایت پروردگار را خرید کردید برای خود و خانواده و من امیدوارم و درخواستم از رب العالمین اینه که رحمت های خودش را بر خانواده شما و بر ابوی شما، پدر بزرگوار شما رحمت خاص نازل بکنه. الله تعالی شهادت ایشون قبول بکنه و ایشون را با شهدای صدر اسلام محشور بداره، با اولیاء الله و صحابه کرام و شخیص حضرت محمد رسول الله محشور بداره و درجات ایشان بلند بگرداند. شما یک سنت گذاری کردید، یک فرهنگ سازی کردید و به مردم اعلام کردید که بهترین راه گذشته، گذشت کار مردانه، گذشت کار انسانای بزرگ، انتقام کار انسانای کوچک است. بعد از این مخصوصه که انسان به دشمنش، به اون کسی که مخالف دست حاصل بکنه و دسترسی حاصل بکنه و طرف حاضر بشن که به هر قیمتی شده رضایت شما را بگیرن، شما ببخشید ارزش داره، شما کار ارزشمندی انجام دادید و انشاءالله برای ابویتون، برای خانوادهتون دعای خیر میشه و برای شما روستای تنگ، اهل تنگ که روستای شما تنگ نام داره ولی دل شما خیلی کشاده ماشاءالله و وسیع و بزرگه، شما انسان بزرگ هستید، انشاءالله برای شما دعای خیر میشه و این کار بسیار ارزشمنده و بسیار کار شایسته است. شما این مهمانانتون خوشحال کردید، مطمئن باشید که شما رب العالمین خوشنود کردید و راضی کردید و رضایت پروردگار گرفتید. من به این شناختی که ماشاءالله عزیزمون جناب آقای عبدالرحمن دارند و خانوادهشون، به این شناختشون، به این تشخیصشون، به این انتخابشون که چه چیز را انتخاب کردن، افرا انتخاب کردن، به شما تبریک میگویم و این گذشته به شما مبارک باد میگویم. برای شما مبارکه، نه برای اون طرف که اونا جنایتی کردن و اونا اشتباهی کردن. به شما مبارک هست که شما کار خوبی انجام دادید و کار مردان صالح و گذشته و کار خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را که وحشی را بخشید. وحشی گفت یا رسول الله قاتل حضرت حمزه اسلام من میپذیری؟ گفت بله اسلامت را میپذیرم و اسلامش را پذیرفت و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر عموشون حضرت حمزه بود. چه شخصیتی حضرت حمزه بود؟ انتقام نگرفت و گذشت کرد و او را بخشید و شما سنت حضرت رسول انجام دادید. الله شما را جزای خیر عنایت کند و جا داره که من هم تشکر کنم از شما. صبح منتظر بودید و ما دیر رسیدیم خدمت شما. دیشب جلسه به درازا کشید در کسرکان، ما دیر آمدیم، دوستان بیخواب بودن و شما شاید دلتون تسلی نشد چون بزرگان چه صحبت جالب ماشاءالله مطرح کردن ولی نشد صحبتشون به تکمیل برسونند و ما گفتیم ما لا یدرک کل لا یدرک کل، چیزی که همهش نمیشه که انسان ادراک کنه و حاصل کنه. هر اندازه که از این بزرگان شده شما درس بگیرید و پند بگیرید. من شکرگزارم از جناب مولانا عبدالمالک، جناب مولانا عبدالحلیم که مولانا عبدالحکیم رئیس مدرسه
کنار که مولانا عبدالمالک استاد حدیث امام جمان، مولانا عبدالقدیر که بالهر برگزار کننده جلسه و امام جمان کانو کمی صحبت داره و مولانا نواب که هم ماشاءالله علمای منطقه علمای دلسوز من از شما معتمدین رئیس سفیدان و متنفذین دانشگاهیان و فرهنگیان همه من شکر گزارم و صحبت مختصر در ظرفیت چند دقیقه کوتاه خدمت شما دارم و او صحبت من اینه که عزیزان توجه کنید الله رب العزت دو تا زمینه را فراهم کرده یک زمینه رزق و روزی یا زمین هست و دریا هست و صید هست همه زمینه های روزی نان فراهمان و الله زمینه رفتن به بهشت رسیدن به رضامندی پروردگار را فراهم کرده هر کس میخواد اولیاء الله بشه هر کس میخواد به خدا برسه هر کس میخواد به جنت فردوس برسه زمینه فراهمه و راه تنها سعیه عزیزان من سعی و کوشش بدون سعی و کوشش دنیا حاصل نمیشه درختای خرما که اینجا تکان میخورن اینا زحمت داشتن و از این درختان نهال شدن این درختان پرورش شدن تا اینجا رسیدن ماهی دریا پر از ماهیه ولی ماهی ها خود به خود به دست شما نمی آیند مگر زحمت بکشید مگر تلاش کنید تا این ماهی را صید بکنید الله میگه این ماهی من برای شما گذاشتم ولی این ماهی را سنت خدا نیست که صید بکنه و در خانه شما به صورت کارتون بگذاره بده این حضرت عیسی بود که دعا کرد والله سفره نازل بکنه سفره الله نازل کردن توی سفره نان بود و ماهی های پخته بود فرمودن بفرمایید بخورید این حضرت عیسی این کار من و شما نیست من و شما صاحب معجزه نیستیم این حضرت عیسی بود که مرده ها را به اذن خدا زنده می کرد مرغ درست می کرد و در امید می فرید و کورهای مادرزاد را دست می کشید و بینا می شدن کار من و تو نیست من و تو باید زحمت بکشیم برای دنیا بیکار ننشینیم خدا را خوش نمی آید از اون بنده که تلاش نمی کنه پا روی پا می گذارد و دست روی دست می گذاره و برای خود روزی تلاش نمی کنه گرسنگی تحمل می کنه فرزندانش گرسنه و بدبختن خدای انسان دوست نداره ولو که 24 ساعت نمازم بخونه نماز وقتی داره نمازم بخون اما برو صید کن برو کشاورزی کن برو تجارت کن صنعتی دایر بکن و کار کن و نان در بیاور نان به دهان هیچ کسی تعالی بدون زحمت نیامده عزیزان من خبری از بهشت نیست مگر با زحمت خبری از رسیدن به الله نیست مگر با کوشش کسی خدا میخواهد باید تلاش بکنه باید شب بیداری بکشه باید 5 وقت نماز را به پابندی بخونه باید زکات مالش را پرداخت بکنه باید روزه بگیره باید حج بره و باید از گناه پرهیز بکنه شما اگر شنیدید الله بخشاینده و مهربانه اما درسته که الله بخشاینده و مهربان است ولی خدا میدانه چه کسی را ببخشه هر کسی نمیبخشه شما اگر اینجا حدیثی خواندن که با دوستان که با فضل الهی مردم به بهشت میروند این مطلب حدیث و کاملا صحیحه اما الله می فرماید تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون شما جنت به سبب عمل میبرید اگر عمل نباشه فضل خدا شامل نمیشه این حل این حدیث و آیات است الله با فضل شما بهشت میبرید و این فضل شامل چه کسی است کسی که عمل بکنه الله میگه شما با عمل بهشت میبرید اگر شما نماز قضا بکنید اگر روزه نگیرید اگر گناه بکنید خدای نکرده آدم کشی باشه سرقت و رازداری باشه خبری از بهشت نیست
توجه کنید این نکته را خدا در قرآن هیچ جای نفرموده که شما گناه بکنید من میبخشم. این قرآن نیست چنان چیزی. الله فرموده شما توبه کنید که من میبخشم. ناامید گفته از رحمت خدا نباشید. الله گناهگار را میبخشه، اما به چه؟ به توبه میبخشه. گناهگار اینطور بخشیده نمیشه. خدا قادره که ببخشه اما توبه میخواهد. و منظور آنه که باید شما عمل کنید، باید شما تلاش کنید، باید کوشش کنیم. عزیزان من و شما این دین امانت در دست من و شما. ما باید به این دین عمل کنیم و این دین به جهانیان برسونیم. این امانت باید من و شما حمایت کنیم. این امانت من و شما باید حفاظت کنیم. من و شما باید توبه کنیم از همه گناه ها و گناه را ترک کنیم و دین به چنگ و دندان مضبوط بگیرید. عزیزان، مردم عزیز روستای تنگ، مادران و خواهران اگر صدای من جای دارند، دین محکم بگیرید، مضبوط بگیرید، از گناه پرهیز بکنید. زیباترین لباس، زیباترین زیور، زیباترین آراستگی تقوای. هیچ لباس و هیچ زیبایی زیباتر از پرهیزگاری نیست. پرهیزگاری را اختیار کنید. ایمان، عمل کرد، اخلاق مهمند، مهم و تأثیر گذارند در زندگی من. ما آخر فناست. دنیایی که برای حضرت مولانا محمد یوسف، برای حضرت مولانا عبدالکریم وفا نکرد، برای آبا و اجداد و پدران ما وفا نکرد، به خدا قسم برای ما وفا نداره. عزیزان، قبر ببینید و فراموش نکنید. قبر جای خطرناک و تنگ و تاریک است. آخرت ببینید و آخرت فراموش نکنید. منو حساب و کتاب نزدیکه. قیامت را من و شما دور میبینیم، الله نزدیک میبینه. برای آخرت آمادگی بکنید. نمازهایی که قضا کردید بخون، در جوانی قضایی بیارید. روزها را که خوردید قضایی بیارید. زکات که ندادید پرداخت بکنید. پرونده تون را به الله رب العزت صاف بکنید. با خدا توبه. توبه یعنی چه؟ توبه یعنی پشیمانی، یعنی ندامت، یعنی آشتی با الله تعالی. من و شما با الله آشتی بکنیم. همینطور که چند از من و شما امروز خوشحالیم که آقا عبدالرحمن خون پدرشون بخشیدن و عفو کردن، چند از ما را خوشحال کرده. برای ما امروز یک خاطره شد این گذشته که عزیزمون عبدالرحمن انجام داد. این خاطره شد برای ما. واقعا خاطره مرجع تعریف کنیم. توی همین مسیر توی ایران شهر یک شیر زن از خون فرزندش گذشت کرد و او خاطرات بود و این خاطرات خیلی خاطره بزرگه. خاطره همینطور عزیزان من و شما اگر توبه بکنیم الله ما را میبخشه. الله از ما صرف نظر نمید. عزیزان من، بدبختر از او انسان و خدا زده تر از او انسان نیست که این چنان ربی داشته باشه، ایمان به چنان پروردگاره با گذشت و با عقل داشته باشه و با گناه بگرده بر این زمین و با گناه زندگی بکنه و پروندهش سیاه بشه و بره به بارگاه الله. این انسان وقت برگشته، این انسان خدا زده و این انسان جاهلی است. چنان دربار وسیع که هرگاه پشیمان بشی، هرگاه عشق تو سرازیر بشه، هرگاه نادم بشی، هرگاه پریشان پشیمان بشی، اگر گناهات اندازه کوه باشه هم الله تعالی شما گذشت. آقا عبدالرحمن فرمودن 100 نفر آمدن مراجعه کردن و ما نتوانستیم گذشت بکنیم، ولی امروز علما آمدن، این حیات آمده امروز و امروز میگن شما آمدید و برای من سخت بود که من گذشت نکنم. عزیزان من، همینطوره
به بارگاه الله ما اگر شما یک بار مراجعه کنید، با صداقت مراجعه بکنید، با عزیزان من با ندامت مراجعه بکنید، با توبه مراجعه بکنید، الله همه گناه تو را میبخشه، چون قادر است و هم توانمندی و هم بر بندگان مهربان. عزیزان همه ما از گناهمون توبه بکنیم، عهد کنیم در دلمون که نماز قضا نکنیم، هر کس آمده دست بلند بکنه ماشاءالله ماشاءالله، و با نیت کامل و داشته باشیم، نیت و اراده مستحکم و آنین که دیگه از گناه دست میکشیم. دست بلند کنید ماشاءالله.